تصور کن بتونی تمام کارهای روزت رو بدون اسلاف وقت انجام بدی، به جای اینکه پشت سر هم فکر کنی وقت من کم. خیلی از ما لیستی از کارامون داریم، مثل مطالعه، تمرین، درس خوندن، رسیدگی به امور شخصی و غیره. اما اغلب وسط راه حواسمون پرت میشه، زمان تلف میشه و دیگه انرژی اون کار رو از دست میدیم، به خاطر اینکه ما یه لیست بلند از کارها داریم ولی استراتژی نداریم. تحقیقات نشون میده وقتی آدما با تمرکز بالا کار میکنن و وقفه‌ها رو کنترل میکنن، در زمان کمتری نتایج بیشتری میگیرن. حالا چجوری انجام بدیم؟ شب قبل بررسی کن که کارهایی که باید روز بعد انجام بشن چی هستن. از قانون اولویت بالا استفاده کن. 2 تا 3 کار اصلی که انجامشون تأثیر زیادی داره رو اول انتخاب کن. تحقیق کن درباره اینکه هر کاری چقدر زمان میطلبه. این ارزیابی زمانی باعث میشه مدیریت وقتت بهتر بشه. برای هر کار یک بازه زمانی مشخص تعیین کن، مثلا 45 دقیقه یا 90 دقیقه. البته اگه کارهای بعدی رو درست انجام ندی نتیجه نمیگیری. از تکنیکایی مثل پومودورو استفاده کن، مثلا 25 دقیقه کار و 5 دقیقه هم استراحت. حتما بین کارها وقفه کوتاه بذار تا ذهن ریکاوری بشه، چون ذهن انسان وقتی مدام مشغول یک کار باشه خسته و بی‌حوصله میشه. اما مراقب باش که وقفه تبدیل به استراحت بی هدف نشه. گوشی رو در حالت مزاحم نشو بذار یا خاموش کن یا اعلان‌ها رو قطع کن. هر وقت توجهت پرت شد سریع به خودت یادآوری کن کیفیت به علاوه سرعت مساویه با تمرکز. بعد از اتمام روز ارزشیابی کن که چه مقدار از کارها انجام شد و چه بخش‌هایی باید اصلاح بشه. پس تحقیق کن و اولویت‌ها رو تعیین کن، زمان بندی کن، حواس پرتی‌ها رو حذف کن و با تمرکز کامل اجرا کن. اگه این روش رو برای 1 هفته امتحان کنی متوجه میشی چقدر وقت اضافی آزاد میشه